آقا چند وقت پیش داشتم با رفیقم صحبت میکردم، بعد گفتش که حاجی تو عشق میکنی یا ساعت 12 شب میخوابی، اصلا غم و غصه نداری، گرفتاری نداری، بی پول نیستی، اینکه آینده خودت چی میشه، آینده خانوادت چی میشه، هزار تا گره و هزار تا چاله چوله نداری. گفتم چرا داشت، همه رو دارم، منم گرفتارم، منم هزار تا بدبختی دارم، ولی بشینم تا صبح بهش فکر کنم مگه چیزی درست میشه؟ نه والله که بدترم میشه، بهترم نمیشه، اصلا چیزی حل نمیشه. تو بشینی بهش فکر کنی بیشتر خودتو آزار میدی، ارزششو نداره. همین فکر کردن این قصه میشه هزار تا درد و مرض، سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان، بدترم میشه. تازه یه مشکل به هزار تا مشکل دیگه اضافه میشه. آقا دنیا حساب کتاب نداره، مثل تاس انداختنه، یا 1 میاد یا 2 میاد یا 3 میاد یا 4 میاد، هیچ چی 100% نیست. یه شب میخوابی صبح بلند میشی میبینی همه چی عوض شده، هیچ چی معلوم نیست، تو اصلا فردات خبر نداری، تو اصلا یه ثانیه دیگه خبر نداری. پس هرس نخور داداش، هرس نخور. یا علی.